سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی جلسه امروز قراره که یوگای مبتدی کار کنیم که برای افرادی که یوگا تا حالا کار نکردن خیلی مناسبه و افرادی که یوگا کار کردن و میکنن میتونه کشش و یه حال خوبی توی بدنتون ایجاد کنه. اگر که آسیب یا مشکل خاصی دارید که به پزشک مراجعه کردید و میخواید با ویدیوها تمرین کنید، حتما برام توی کامنت ها اون مشکلتون رو بنویسید که من توی جلسه های بعدی با در نظر گرفتن اون آسیبه یا مشکل کلاس رو پیش ببرم که شما بتونید از کلاس ها استفاده کنید. میشینیم به حالت دو زانو. اگر دو زانو راحت نیستید 4 زانو هم میتونید روی متتون بشینید. برای چند نفس دست ها رو سر زانوها قرار بدید. گودی کمرتون رو سعی کنید بگیرید، خیلی شکم به سمت جلو نباشه. گودی کمر رو بگیرید، چشم ها رو برای چند نفس ببندید. یوگا ترجیحمون تنفس از بینیه، هم دم هم بازدم. با دمت به آرومی دستهات رو از بغل گوشت بالا بکش، چشمهات رو باز کن. با بازدمت کف دستها سر زانوها قرار بگیره. با دم دستا بره بالا، کف دستا به سمت هم بچرخه. با بازدم دستها به سمت پاها بیاد. با نفسهای خودت سعی کن تکرارش کنی. و وقتی دستهات بالا میره حواست باشه که کمرت لازم نیست اصلا گود بشه. ادامه بدیم. دم دست ها بالا، کف دست ها رو به هم. سعی کن دستات رو از بغل گوشت کمی عقب‌تر ببری و با بازدمت به سمت زمین بیا. فقط از کتفم برای عقب فرستادن دستم استفاده میکنم، نه کمر. و با آخرین بازدمت به سمت زمین بیا. دست ها رو روی زمین قرار بده. زانوهاتون رو همینجا به اندازه عرض متتون باز کنید. شست پا کنار هم بمونه و با سرت رو روی پاشنه پات قرار بده. با دستات به سمت جلو حرکت کن. سعی کن با سرت رو روی پاشنه پات نگه داری. ممکنه مال بعضیا بلند شه، اما سعی میکنیم که نگهش داریم. اگر نشد اشکالی نداره بلند شه. دستا میره به سمت جلو و سینه و سر به سمت زمین میره. پیشونی رو روی زمین قرار میدم و آرنج ها رو اکتیو نگه میدارم. یعنی آرنجاتون رو اینجوری روی زمین رهاش نکنید. کف دستتون رو به زمین فشار بدین. سینه‌تون رو باز کنید به سمت زمین و برای چند نفس توی این حرکت بمونید. چایلد پوز اسم این حرکته که یکی از تقریباً بیسیک ترین حرکات یوگا هستش. خیلی آروم آرنج هات رو روی زمین رها کن. سرت رو به سمت بالا بیار. همینطور که آرنجت روی زمین قرار گرفته، بدنت رو بکش به سمت جلو. سرشونت که بالای آرنجت اومد، پاها
پاتو دونه دونه عقب صاف کن و روی شکم بخواب. در وضعیت ابوالهول روی شکم میخوابی. کف دست ها ساعد موازی همه و آرنجم دقیقاً زیر سرشونم قرار داره. سینه بالا و جلو کشیده میشه و خیلی میخوام کلاً توی بیشتر حرکت ها حواستون باشه که سرشونتون از گوشتون دور بمونه. یعنی اینجوری سرشونه به سمت گوش نمیره. آروم سرشونه رو میکشم پایین به سمت زمین، سینه رو به سمت جلو و بالا میکشم. پا به اندازه عرض مت یا عرض لگن میتونه باز باشه. یه انقباض خیلی کم توی باسنم ایجاد میکنم که به گودی کمر هیچ فشاری نیاد. برای چند نفس اینجا بمونیم. و آروم برای چایلد پوز کف دستا رو به زمین فشار بدیم. بریم روی زانوهامون و با دستا بریم به سمت عقب. باسنتون رو روی پاشنه پا قرار بدیم. بدن رو بین دوتا زانوها به سمت زمین ببریم و پیشونی رو روی زمین قرار بدیم. بازم آرنج ها اکتیو و برای چند نفس اینجا بمونیم. از وضعیت چایلد پوز به وضعیت سگ سرپایین میخوایم بریم. کف دستاتون رو اکتیو کنید و به زمین فشار بدیم. حتما میخوام که کف دستا پهن باشه روی زمین، یعنی انگشتاتون رو جمع نکنید. تا جایی که میتونید انگشتا رو از هم فاصله بدین. بالا تنه رو میاریم به سمت دست ها جلو میکشیم. خیلی آروم برای بلند کردن زانوها از روی زمین انگشتای پا رو به سمت زمین میبرم و فشار میدم. زانوها رو از روی زمین بلند میکنم. کف دست ها اکتیو به زمین فشار داده بشه و آروم آروم سینت رو به سمت پاهات ببر. نگاهت بین دوتا زانوها باشه یا به پاهات باشه، اما سر در راستای سرشونه. خیلی سر رو داخل نمیکشیم. سر در راستای سرشونه و سعی میکنم شکمم رو به روی رونم نزدیک کنم. لازم نیستش که حتما پاشنه پاتون فعلا به زمین برسه، اما اگه میرسه میتونید پاشنه پاتون رو به زمین برسونید. برای چند نفس و خیلی آروم بریم برای چایلد پوز. زانوها رو روی زمین قرار بدیم. شست پا کنار هم، باسن روی پاشنه پا و پیشونی رو روی زمین بذاریم. اینجا میتونید دستاتون رو رها کنید که دستاتون یکم استراحت کنه. و یک بار دیگه با فشار دادن دست ها به زمین و بلند کردن زانوها به سگ سرپایین بریم. زانوها رو بلند کنید. زانوها رو سعی کنید صاف نگه دارید. کف دست ها به اندازه سرشونه، عرض سرشونه از هم فاصله داره و کف پاها به اندازه عرض لگن از هم فاصله داره. سینه رو به سمت پاها و شکمم رو به سمت رون میکشم. و برای وضعیت تیبل پوز یا میز
زانوها رو روی زمین قرار میدیم. کف دست ها دقیقاً زیر سرشونه قرار میگیره و با دمم دست راستم رو به سمت سقف بالا میکشم. نگاه به همراه دست راست به سمت سقف بالا میره. سینه رو به سمت راست باز میکنی و با بازدم دست راست روی زمین. با دم دست چپ بره بالا به سمت سقف، سینه باز شه به سمت چپ و نگاه به دست بالا. با بازدم دست چپ به سمت زمین میاد. یک بار دیگه دست راست رو به سمت سقف بالا میکشم. با بازدمت روی دست راستت رو پشت مچ دست چپت روی زمین قرار بده. سرش بده به سمت چپ. بذار سرشونت بیاد روی زمین. برای اینکه سرشونتون روی زمین بیاد لازمه که دست چپتون که کف دست روی زمین بود خم بشه آرنجش. سرشونه راستتون روی زمین قرار بده. سمت راست صورتت رو روی زمین قرار بده و برای چند نفس اینجا بمون. لگن خیلی تمایل داره اینجا که کج بشه. سعی کنید لگنتون رو وسط نگه دارید و یک بار دیگه با یک دم اول کف دست چپت رو که روی زمینه به زمین فشار بده و به کمک اون دست راستت رو دوباره به سمت سقف بالا ببر و آروم دست راست روی زمین. دست چپ رو از پهلو به سمت سقف بالا ببر و با بازدم آروم روی دست چپت رو زیر بغل راستت قرار بده و به سمت راست دستت رو ببر. اجازه بدید سرشونه چپتون کاملا بیاد روی زمین. سمت چپ صورتت رو روی زمین قرار بده. دم و بازدم و با کمک دست راست آروم دست چپ رو دوباره به سمت سقف بالا ببر و با بازدم دست چپت رو روی زمین بذار برای وضعیت تیبل پوز. دست راستت رو از بغل گوشت به سمت جلو بکش. کف دست رو به زمین، نگاه به سمت زمین. آروم با بازدم دست راست روی زمین، دست چپ بالا و با بازدم دست چپ روی زمین و به وضعیت چای پوز برو. برای استراحت پیشونیت رو روی زمین قرار بده و دستت رو کنار لگنت میتونی رها کنی برای چند نفس. خیلی آروم به وضعیت نشسته بیاین و بچرخین، روی لگنتون بشینید و به پشت خودتون رو رها کنید. زانوی راست رو توی شکم خم کنید. با 2 تا دست از روی زانو پا به سمت خودتون بکشید.
پای چپ خیلی تمایل داره که از روی زمین بلند شه و از زمین فاصله بگیره. سعی کنید پای چپ رو، زیر زانو رو، زیر رون رو تا جایی که میتونید به زمین نزدیک نگه دارید. دست راستتون رو به پهلو باز کنید کامل. دست چپ هنوز پامو گرفته. با دست چپم پای راست رو به پهلوی چپ میارم. نگاهم به دست راستمه. تا جایی که میتونم پامو به سمت چپ میارم. اگر شد میتونید پای راستتون رو روی زمین قرار بدید. نگاه به دست راست. نفس جاری. خیلی آروم برگرد به وضعیتی که توش بودی. پای راستت رو برگردون. پای راست رو رها کن و پای چپت رو خم کن توی شکمت و با 2 تا دست پای چپ رو به سمت خودت بکش. نفس جاری و با بازدم دست چپت رو از پهلو صاف کن. با دست راستت که پای چپت رو نگه داشتی پات رو به سمت راست ببر. سرتون به سمت دست چپ. نگاه به دست چپ و اگر رسید میتونی پاتو روی زمین قرار بدی. پای چپت رو پای پایین میچرخه، اشکالی نداره، اما نذارید خیلی زانو خم بشه. زانوی پای پایینی، پایی که صافه، سعی کنید صاف نگهش دارید. و اگر سرشونه چپ که تمایل داره از روی زمین بلند شد، سعی کنید هی به زمین نزدیک ترش کنید، سنگین ترش کنید به سمت زمین. نفس و آروم برگردیم. پای چپ رو صاف کنیم و دستا رو کنار بدن رها کنیم. پاتون رو به راست و چپ متتون رها کنید. دست‌ها کنار بدن و کف دست‌ها رو به سقف. با یه دم و بازدم عمیق پلک بالا رو سنگین روی پلک پایین قرار بدیم و چشم‌ها رو ببندیم. دم و بازدم جاری داشته باشید. با هر دم انرژی مثبت آرامش وارد وجودت کن و با هر بازدم رهایی رو
توی تک تک عضلات و سلول به سلول بدنت بیار. جاذبه زمین رو احساس کن و هیچ مقاومتی در برابر جاذبه زمین نداشته باش. رها آزاد به سمت زمین. و برای برگشتن از وضعیتی که توش قرار داری به آرومی تکونای کوچیکی به انگشتای دست و پات بده. زانوها رو توی شکم خم کن. به پهلوی راست بپیچ. کاملا با کل بدنت روی پهلوی راستت قرار بگیر. یه دم عمیق بگیر. با بازدمت با کمک دست ها از سمت راست بلند شو بشین. ستون فقراتت رو صاف و عمود به زمین نگه دار. به آرومی سر رو به سمت زمین خم کنید. یه دم بگیرین. با یه بازدم عمیق و طولانی چشم‌ها رو به زمین باز کنید. سر رو بالا بیارید. نماسته. خسته نباشید. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کنید.